ابوالفضل جلالی یه ارسال بلند، تیر دو، یه ضربه سر خطرناک، گل! پرواز این ضربه سر و رفت زیر طاق دروازه هوادار، جا خوش کرد. شجاعیان یه ارسال به محوطه جریمه، داسیلوا زودتر از همه بلند شده، ضربه سر رو زد، شلیک از رو و آوانتاژ داده، یه پاس در موقعیت برای هوادار و توپی که خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. استقلال سید محمد میر این بار توپش بلندتر میاد به مقابل دروازه، فرصت برای هوادار و ضربه که زده شد و عالی توپو برمیگردونه حسینی. این نفر ناراحت روی زمین هست، شجاعیان میزنه و یه بار دیگه سید حسین حسینی یه واکنش زیبا توسط مرادمند انجام شد، اسلامی ضربهش رو زد، از عبور کرد. شجاعیان به قصد دروازه میزنه، حسینی توپو برگشت داد و در مرحله دوم داده که یه پرتاب بر این تیم اعلام بکنه. این همون صحنه قبلیه که سید حسین حسینی هوادار زبیر نیکنفس برای صالح اردانی در